21 مارس سال 2023 تخمین ساعت 9:50 دقیقه راننده автомاشین تمغه مرسدس بنز قربانعلی دلیر سال تولدش 1990 ساکن نوع تیمور ملک هنگام حرکت از سمت محله حاجی شریف به سمت بیمارخانه واحد فشار بختار از روده دوره وسطای نقلیات نبرآمده پیادهگرد قربانوف کرامت الله سال تولدش 1985 ساکن نوع کوشانیان را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد قربانوف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اینچنین 21 مارس سال 2023 تخمین ساعت 14:00 دقیقه راننده автомاشین تمغه تویوتا کرولا کریموف عبدالغفار سال تولدش 1977 ساکن نویه همدانی هنگام حرکت از سمت شهر مسکو به سمت جماعت دیوت قهرمان هنگام سبقت کردن به автомاشین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده بوزوروف بیک نظر سال تولدش 1969 ساکن نوعه مذکور برخورده از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده با قسم پیش автомاشین دوچرخه‌ران بارونوف جمعخان سال تولدش 1958 و کریموف عبدالامین سال تولدش 1978 ساکنان نوعه همدانی را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخه‌ران بارونوف و کریموف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. 21 مارس سال 2023 تخمین ساعت 05:00 دقیقه راننده автомاشین تمغه دف شریفوف محمد رافی سال تولدش 1998 ساکن نوعه همدانی هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کولوب در کیلومتر 500 راه ماشینگرد دوشنبه وحدت کولوب خاروغ به автомاشین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده مویکوف فیضلی سال تولدش 1979 ساکن نوعه واسع برخورده است. در نتیجه راننده автомاشین تمغه اوپل استرا مویکوف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقاتی ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ایسار عریضه مرد 31 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که اولهای ماه نوامبر سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش درآمده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 28 ساله ساکن همین شهر صادر نموده است. اینچنین نامبرده سال 20 مارس سال 2023 با راه پنهانی به خانه استقامتی مرد 31 ساله ساکن شهر ایسار درآمده از آنجا جواهرات گوناگون نقرگی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 3000 سامانی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه و تفتیشات ادامه دارد.